جهنم سرد. بامداد 26 اسفند 1349. صدای قارقار کلاغ‌ها نوید صبح شومی را میداد. 11 چریک چشم بند زده به تیرک‌های عمودی بسته شده بودند. از گوشه محوطه افسر جوخه وارد میدان شد و سربازها دوشفنگ برایش احترام نظامی گذاشتند. پس از مکسی کوتاه باد به قبقب انداخت و دستور آتش داد. نعره تفنگ‌ها برخاست و حکم تیرباران اجرا شد. چند کبوتر وحشت زده از روی دیوار پریدند و به آسمان پناه بردند. 17 فروردین 1350. الو؟ بهرام، صدامو داری؟ میشنوم. خوب گوش کن ببین چی میگم. با هویت جعلی یه شاعر گمنام به اسم روامهر امشب توی یه شب شعر با یکی از چریکا قرار ملاقات داره. سوژه فقط روامهره. تأکید میکنم با اون یکی کاری نداشته باش. بهرام نفس عمیقی کشید. خب ترتیب روانمهرم خودتون میدادید دیگه. یه حرفو 1000 بار نمیزنن. اون یکی همون جابر نفوذی خودمونه. مشکل اصلی همین روانمهر کوفتیه که لکه ننگ سازمانه. کافیه این خبر به جای درس کنه که یکی از ساواکی‌ها سینه‌شو برای چریکا سپر میکنه و بند آب میده. یادت 3 روز پیش بهت چی گفتم؟ حمله به پاسگاه قلهک و دزدیدن مسلسل نمیتونست به این سادگی ها ممکن بشه. دستای بیشتری پشت پرده است که میخوام امشب خودت قطعش کنی. جابر میکشونتش بیرون. بقیهش دست خودتو میبوسه. بهرام گوشی را با شانه کنار صورتش نگه داشت و با دستش پاکت سیگار را برداشت و نخی از آن بیرون کشید. انجامش میدم. موقعیت و ساعت رو بگو. افسر خنده پیروزمندانه ای کرد. ساعت 9 شب، کافه نادری. سپس گوشی را قطع کرد و به ضرب کبریت سیگار روی لبش رو شعله‌ور ساخت. به سمت گرامافون رفت و صفحه دیگری روی آن گذاشت. روی پاشنه پا همراه ریتم موسیقی چرخید و به سمت میز چوبیش رفت. کشو را باز کرد و هفتیرش در میان تلی از کاغذ نمایان شد. اون را برداشت و از زیر کاغذها فشنگها را دونه دونه بیرون کشید و با حالتی نمایشی داخل تفنگ قرار داد. درست 1 ثانیه مونده بود تا خاکستر سیگار روی لباسش سرازیر شود که به موقع آن را از روی لب برداشت و کف جاسیگاری بلوری خاموش کرد. از جا بلند شد و به سمت چوب لباسی رفت و کلاه شاپوش را برداشت. سپس داخل آینه خودش را ورانداز کرد. همزمان با پایان یافتن آهنگ درب خانه بسته شد و داخل فلوکسش به سمت کافه نادری رهسپار گشت. باران بهاری شروع به باریدن کرده بود و انعکاس چراغ‌های رنگارنگ مغازه و کاباره‌ها روی آسفالت خیس خیابان نمایی رویایی می‌بخشید. تنها 1 خیابان تا رسیدن به کافه مانده بود که ناگهان 1 نفر تلو تلو خوران از پیاده رو به خیابان جست. بهرام پایش را روی پدال ترمز فشرد و ماشین با صدای جیغ 1 قدم مانده به برخورد با آن مرد ایستاد. سرش را از پنجره بیرون کرد. چه غلطی داری میکنی؟ کمتر میخوردی خب؟ مرد با موهایی بلند و نگاهی نافذ خیره نگاهش کرد. شوفری؟ لابد سر بریده میبری که اینجور ویراژ میدی. بهرام کلافه پایش را روی گاز فشرد و ماشین جهشی رو به جلو کرد. مرد دستانش را روی کاپوت گذاشت. بزن، معطل چی هستی؟ بهرام مبهوت مانده بود. این دیگه چه دیوونه ایه؟
برو کنارم و دنبال شر نگرد. ناخوشی از سر و روت میباره. مرد دستانش را از روی کاپوت برداشت و با خونسردی به سمت پنجره شاگرد رفت و در را باز کرد و داخل نشست. سپس دستی به موهای خیسش کشید. اگه مستقیم میری منم ببر. بهرام کفری شد، اما در این حال آن مرد او را از رو برد. به اعصابش مسلط گشت. من تا کافه نادری بیشتر نمیرم. مرد خندان نگاهش کرد. جدی؟ منم همونجا میرم. بهرام به او خیره شد. شب شعر؟ شاعری نکنه. مرد به خیابان چشم دوخت. حرکت کن، وقت تنگه. بهرام دنده را جا زد و پایش را روی پدال فشرد. بعد از چند لحظه مرد سکوت را شکست. ابلیسم ای ره گذر، ابلیس زندگی، مردم فریب و رهزن و خودخواه و خون پرست. خورشید من سیاهی و فریاد من سکوت، هستی من تباهی و پیروزیم شکست. بر سینه ام مکاف کویریست جای دل، تف کرده از نفسهای ناکسان. امیدهای من همه در او فنا شدند، جز جای پا نمانده از آنها به جانشان. بهرام خیره نگاهش کرد و او بی توجه ادامه داد. در دیده ام مخواب که گوریست جای چشم، در آن نگاه های مرا خاک کردند. هرگه که طرح عشق کشیدم به گونه ای، با زهر کینه عشق مرا پاک کردند. تابوت من کجاست که در انتظار مرگ، در این کویر شب زده تنها غنودم. ای مرگ سرگذار دمی روی شانه‌ام، شعری برای آمدنت من سرودم. همزمان با پایان شعر به کافه رسیدن. ماشین زیر تابلوی کافه نادری توقف کرد. بهرام دست در جیب فرو برد و پاکت سیگارش را بیرون کشید و به نشانه تعارف به سمت او گرفت. شعر خودت بود؟ مرد نخ سیگاری که از پاکت بیرون زده بود را کشید. خوشت اومد؟ بهرام لبخند زد. عالی بود. سپس به ضرب کبریت سیگارش را شعله ور کرد. مرد از ماشین پیاده شد و آرام به سمت کافه قدم برداشت. باران بند آمده بود. بهرام سرش را به سمت پنجره شاگرد گرفت. اسمت چیه؟ مرد بدون اینکه سر برگرداند پوکی به سیگار زد و گفت نصرت. سپس به داخل کافه رفت. بهرام که تازه به خود آمده بود اطراف را پایید و از داخل داشبورد هفتیرش را برداشت. توی کتش پنهان کرد و به انتظار نشست. حدود نیم ساعت گذشت تا اینکه بالاخره در باز شد. یک زن با لباسی سرخ رنگ و موهایی بلند که داخل صورتش ریخته بود از کافه بیرون زد و با نگاهی گذرا به بهرام عینک گرد بزرگش را روی بینی جابجا کرد و از کنار ماشین رد شد. بهرام با لبخند همچنان از داخل آینه مشغول تماشای او شده بود که ناگهان در کافه با ضربه‌ای باز شد و جابر هراسان بیرون پرید و نعره زد آهای وایسا! زن شروع به دویدن کرد و مرد از داخل پالتو تفنگش را بیرون کشید و شروع به تیراندازی کرد. بهرام دستپاچه ماشین را استارت زد و به سمت جابر رفت. جابر سوار شد و دیوانه‌وار از پنجره به بیرون شلیک می‌کرد. بهرام آشفته پرسید قضیه چیه؟ روامر چی شد؟ لعنتی گمش کردیم. باورم نمیشه. داشتیم حرف میزدیم، همه چی داشت عادی پیش میرفت که یهو به بهونه دستشویی چند دقیقه غیبش زد. بهش شک کردم، سری رفتم پیشش. ببین از کنارش رد شدم، اما چه میدونستم دستمو که بو نکرده بودم. تا رفتم توالت دیدم کسی نیست و کت و کلاگیسش افتاده اونجا. تیز دویدم بیرون که دیدم که هی مرغ از قفس پرید. بهرام پوف کنان نفسش رو بیرون داد. حالا جواب رئیس رو چی بدیم؟ من چه میدونم، اصلا فکرشم نمیکردم یه همچین چیزی پیش بیاد. تو هم که تقصیری نداری، از کجا باید میدونستی؟ بالاخره پیداش میکنیم. قرمساق انگار دستمون رو خونده بود.
قرار بود بیاد یه خبر مهمی بده اما هیچی بروز نداد. بعدم که فلنگو بس. در نهایت بعد از عبور از چند خیابان جابر را سر کوچه دالاندار پیاده کرد و به خانه بازگشت. این اولین بار بود که توی مأموریتی رکب میخورد. آن شب به سختی خوابش برد. صبح با صدای زنگ تلفن از خواب پرید. حتی نای باز کردن پلکایش را هم نداشت. کورمال گوشی تلفن را پیدا کرد و برداشت. الو. ساعت خواب. اون از رو دستی که دیشب خوردید، اینم از دستگل امروز. مگه جابر نگفت برات چی شد؟ لعنتی‌ها حوالی 6 صبح سپهبد فرسی‌ها رو ترور کردن. خبر دیشب این بوده که قرار بوده به جابر برسونه و نگفته. جابر دیگه مهره سوخته است، دستشو خوندن. میخوام خودت ردشو بزنی. بهرام سر جا نشست. پس بالاخره انتقام سیاهکل رو گرفتن. کار داره به جاهای باریک میکشه. همینجوری پیش بره آشوب میشه. شهربانی کل داره عکساشون رو تو سطح شهر پر میکنه. واسه دستگیری هر کدومشون 100,000 تومن جایزه گذاشتن. فقط مشکل اصلی این ستوده یا روامر یا هر کوفته دیگه‌ای که اسمشو منبت میذاره است. نباید کسی از هویتش باخبر بشه. آبروی ساواک به این مرتیکه بسته است. بهرام، جمعش کن این کثافتکاری رو. هر جوری که هست تمومش کن. بهرام چانه‌اش را خاراند. همه سعیمو میکنم. امشب میرم کافه سر و گوش یاب میدم. شاید یه ردی چیزی ازش پیدا بشه. سپس گوشی را قطع کرد و کلافه به سمت آشپزخانه رفت. پارچه فلزی را پر از آب کرد و به بالکن برد. دور تا دور روی نرده‌های زنگ زده گلدان‌های کوچکی قرار داشتند. دونه به دونه با حوصله آنها را آب داد و سپس به داخل اتاق بازگشت. پیچ تلویزیون کوچک را باز کرد و خودش را روی مبلمان چرمی انداخت. احساس ناخوشی داشت. از جا بلند شد. روی مجله‌های جوانانی که پیشتر روی مبل انداخته نشسته بود. آنها را کنار زد و پاهایش را هم روی میز روی یکدیگر قرار داد. آن روز هم به نیمه رسید و خورشید از دل آسمان رخت بست. بهرام از خانه بیرون زد و سوار فلوکسش شد. در مسیر تمام فکر و ذکرش پیش ستوده و اتفاقات پیش افتاده بود. آنقدر غرق همین افکار شده بود که تا به خود آمد خودش را جلوی کافه نادری یافت. از ماشین پیاده شد و به داخل کافه رفت. چند جوان دست به سینه نشسته بودند و مردی با موهایی بلند روبرویشان سخنرانی میکرد. او را میشناخت. چند باری شعر و عکسایش را در روزنامه دیده و خوانده بود. حتی نامش را هم به خاطر داشت. مهدی اخوان ثالث. جوانک ها جوری به صحبتهایش گوش میدادند که مشخص بود محصور شدند. دقایقی به همین منوال گذشت که ناگهان آن مرد که دیشب دیده بود وارد کافه شد. با دیدن بهرام برایش دست تکان داد و به سمت اخوان رفت. اخوان صحبتش را نقطه گذاشت و با بی‌حوصلگی نگاهش کرد. نصرت دست روی شانه‌اش گذاشت و در حالی که سرش را به سمت صورت اخوان جلو می برد آرام گفت 30 تومن داری قرض بدی بهم؟ اخوان لب پیچاند. اینقدری که میخوای همراهم ندارم. سپس با سر به فنجان کوچکی که روبرویش روی میز قرار داشت اشاره کرد. قهوه میخوری؟ نصرت ابرو در هم کشید و نشست. اخوان به ادامه صحبتش پرداخت. دقایقی بعد از خوردن قهوه بدون هیچ صحبتی از جا بلند شد و از کافه بیرون زد. بهرام کسل شده بود و با بیقراری پاهایش را زیر میز تکان میداد. حدود 1 ساعت گذشت و اخوان مشغول خواندن شعری از نیما شده بود که دوباره نصرت بازگشت. بهرام زیر چشمی آنها را زیر نظر داشت. نصرت کنار اخوان نشست و یک خودنویس و 20 تومن پول را روی میز جلوی او گذاشت. سپس با سر به آن اشاره کرد. مال شماست. اخوان متحیر نگاهش کرد. خودنویس من دست تو چی کار میکنه؟ تو که تا 1 ساعت پیش 30 تومن دستی از من میخواستی. حالا چی شده پول قرضم میدی؟ نصرت لبخند زد. قرض نیست، پول خودته. گفتم که پول لازم دارم. موقع رفتن کتت که رو جا لباسی آویزون بود رو برداشتم بردم به یه بابایی فروختم. طرف 50 تومن پاش پول داد و این خودنویسم که تو جیبش بود به هم برگردون.
منم 30 تومنی که لازم داشتم و برداشتم و اینم باقیش که برا خودته. نگران نباش، اون 30 تومن باقی مونده رو هم توی اولین فرصت بهت برمیگردونه. اخوان با دهان باز مات و مبهوت خیره نگاهش روی او ماند. بهرام که از این حرکت او سر ذوق اومده بود به او اشاره کرد و پاکت سیگارش را روی میز به سمتش حرکت داد. نصرت با همان لبخند از جا بلند شد و به سمت بهرام رفت. نخی از پاکت برداشت و بدون اینکه به اخوان نگاه کند پرسید: راستی حواسم نبود، اون شعری که داشتی میخوندی واسه خودت بود؟ شب به نیمه رسید و خبری از ستوده نشد. همه رفته بودند و بهرام تنها داخل کافه سر روی میز خوابش برده بود. گارسون او را بیدار کرد. از کافه بیرون زد و به سمت خانه رهسپار شد. همین که جلوی خانه رسید چیزی توجهش را جلب کرد. چراغ خانه روشن بود و سایه کسی روی پرده داخل پنجره تکان می‌خورد. هفتیرش را بیرون کشید و از ماشین پیاده شد. ضربان قلبش شدت یافت. پله ها را دوتا یکی طی کرد تا به درب خانه رسید. کلید را آرام داخل قفل چرخاند و یکهو درب را باز کرد و داخل شد. فردی کلاه شاپو به سر که با خون سردی روی کاناپه لم داده بود خیره نگاهش کرد. کافه خوش گذشت؟ بهرام نفس آسوده‌ای کشید. مسعود، ترسوندیم. مسعود پایش را روی هم انداخت. دل نازکم که شدی. برو سر اصل مطلب. موضوع چیه؟ جابر رو کشتن. رنگ از رخسار بهرام پرید. کی؟ امروز غروب. رئیس گفت بیام بهت این خبر رو بدم. چی شد؟ سرنخی از ستوده پیدا کردی؟ بهرام کنارش نشست. هیچی. مدام اسم عوض میکنه و تغییر چهره میده. اونجا هم کسی نمیشناختش. مسعود تبسمی کرد. من ردشو زدم. جاشو نمیدونم کجاست. اما از برنامه بعدیشون یه چیزایی دستگیرم شده. واسه تأمین منابع مالی، واسه خریدن اسلحه و این چیزا دنبال پول و پلن. قاصدم تا چند روز دیگه جزئیات بیشتر بهمون میرسونه. رئیس گفته توی شکارش کمکت کنم. بهرام نفس عمیقی کشید. اوضاع داره هر روز بدتر میشه. این مارکسیسما هم آخر زهرشونو میریزن. ببین کی بهت گفتم. مسعود به تصویر جلد مجله چشم دوخته بود. راستی فکر کنم یکی زاغسیاتو چوب میزنه. البته بعید میدونم سیاسی باشه. لبخند شیطنت آمیزی روی لبش نقش بست. بهرام که میدانست راجع به چی صحبت میکنه به سمت بالکن رفت و به ساختمان روبرو چشم دوخت. سپس بدون اینکه به مسعود نگاه کند شروع به صحبت کرد. دختر خوبیه. اسمش هماست. بنده خدا خیال میکنه دانشجویی چیزی هستم. مسعود ابرو بالا انداخت. مواظب باش یه وقت با خاطرخواهی و این حرفا کار دست سازمان ندی. بهرام پرده را کشید و روبروی مسعود نشست. ای بابا دلت خوشا. خاطرخواهی دل میخواد و دو جین دلبستگی. ما که هیچ کدومشو نداریم. تکلیف چیه؟ مسعود مجله را بست و روی میز گذاشت. حکم عقل قطعیت توشه. دل ضریب خطاش بالاست. بهرام ادامه داد. ما عادت کردیم شب زیر بالشتمون هفتیر بذاریم. شب بخیر نگفته بخوابیم. صبح ناشتایی نزده بزنیم بیرون. میگن خوبه که وقتی برمیگردی خونه کسی چشم انتظارت باشه. اما منی که رفتنم با خودم و برگشتم با خدا رو چه به این حرفا. اون زیر نور خورشید هر جا که وایسه رنگ زندگی میگیره. ولی من حتی سایه‌م هم بوی مرگ میده. سرتو درد آوردم. شام میمونی یا میری؟ یک هفته بعد 3 نفر از چریکا به بانک ملی شعبه آیزنهاور هجوم بردند و موفق شدند 590,000 تومان پول بدزدند. تلاش‌های بهرام و مسعود هم یکی پس از دیگری ناکام میموند. با وجود ردیابی‌ها و دستگیری و شکنجه اعضا اما سرنخ دندانگیری از عملیات‌ها به دست نمی‌آمد.
تا اینکه حدود 2 ماه بعد بالاخره خانه‌ای که مقر چریک ها بود شناسایی شد. 3 خرداد 1350. خورشید در وسط آسمان قرار گرفته بود و سکوت بعد از ظهر دوشانتپه با صدای شلیک و همهمه شکسته شد. مأمورهای ساواک خانه مورد نظر را محاصره کردند و درگیر مبارزه با چریک‌ها شدند. از توی بلندگو اعلام شد که مردم از خانه ها بیرون نیایند و روی زمین دراز بکشند. تیراندازی حدود نیم ساعت ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت ساواکی ها پیروز شدند. داخل خانه پر از اسلحه و نارنجک و بمب دستساز، وسایل گیریم و دستگاه فتوکپی و غیره بود. پولهای سرقت رفته از بانک هم کشف و ضبط شد. رد خون روی دیوارها فضایی وحشت انگیز به وجود آورده بود. بهرام و مسعود بالای سر جنازه ها قدم می زدن و دنبال جسد ستوده می گشتن. اما اون بار دیگر موفق شده بود از مهلکه بگریزد. یکی از شریک ها که نیمه جان بود بریده بریده گفت: وقتی ترازوی عدالت زنگ بزنه دیگه با هیچ چکشی نمیشه حکم صادر کرد. اون وقته که سر و کله اسلحه پیدا میشه. گلوله شاید سینه رو بشکافه ولی عقیده که مردنی نیست. مسعود با عصبانیت یک گلوله داخل پیشانیش شلیک کرد. شب از راه رسید. به پیشنهاد مسعود برای اینکه هوایی عوض کنن به سینما آتلانتیک رفتن و به تماشای فیلم آدمک نشستن. تا کنون حکایت عشق بدین گونه زیبا و لطیف تصویر نیافته است. من نیستم. اینو برداشت. نمیخوام خودشو بشنوم. تو خودت میتونی گوش بدی. اینجا آدم از زندگیش بیزار میشه. من رفتارم درسته. بزرگ شدم. مثل شما پیر دلمرده که نیستم. دلتون خود بیشتر برداشتون ببینم با قرارتون چی شاکاره میزنیم؟ تو مشکل خود. خواهش میکنم. فیلم به مزاجشان خوش نیامد. هرچند شاید به این دلیل که با وجود اینکه به پرده نقره‌ای چشم دوخته بودند، هر دو ذهنشان جای دیگری سیر می‌کرد. شب به نیمه رسید و پس از خداحافظی با مسعود به خانه بازگشت. پشت در خانه کاسه‌ای آش قرار داشت و برگه‌ای هم زیر آن. با بی‌حوصلگی کاسه را برداشت و نگاهی به پنجره کوچک ساختمان روبرویی کرد. مشخص بود هما انتظار بازگشتش را می‌کشیده. همین که سر برگردان پرده تکان خورد. داخل خانه شد. از شدت گرسنگی بدون قاشق آن را سر کشید. سپس برگه را بدون اینکه بخواند مچاله و به گوشه ای انداخت. در هفته حداقل 2 نوبت از این قسم نامه ها را دریافت می‌کرد و این موضوع برایش تازگی نداشت. آنقدر خسته بود که تا پلک روی هم گذاشت خواب مهمان چشمایش شد. 1 هفته بعد عکس‌های چریک‌ها دست به دست می‌شد و عده‌ای به هر شکل دنبال شناسایی آنها و تحویل و گرفتن جایزه هنگفت تعیین شده بودند. حوالی بعد از ظهر بود که تلفن خانه بهرام زنگ خورد. صدای مسعود با حالتی پیروزمندانه پشت خط به گوش رسید. مش دروغ بده. بالاخره ردشو زدی؟ نه دیگه اینجوری تموم نمیشه. ساعت 8 دم بولینگ عبدو باش. میبینمت. سپس گوشی را قطع کرد. بهرام از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. گویی انتظار قرار عاشقانه ای را می کشید. از دردسری که ستوده برایش به وجود آورده بود و مثل لکه ننگی بر پیشانی او نشانده بود کینه داشت. منتظر این فرصت طلایی بود تا اعتبارش را نزد ساواک دوباره به دست بگیرد. دقیقاً سر ساعت 8 سوار بر فلوکسش جلوی باشگاه بولینگ ایستاد. مسعود دوباره پیش دستی کرده و زودتر از او به آنجا رسیده بود. بهرام خندان به سمتش رفت. بابا دست مریضات، تو که جون به لبمون کردی. بگو اینم چی شد؟ مسعود دست روی شانه اش گذاشت. گفته بودم بهت گیرش میارم. ردشو زدم. این دوستمون کلن به هنر علاقه داره انگار.
باورت نمیشه چجوری خودشو پوشش داده و کجا؟ مسعود دستش را به دیوار تکیه داد. کابار میامی خودشو قاطی همخونای یه گروه موزیک کرده با یه هویت جدید، مثلا فرنگی. شبا میره رو صحنه و عنتربازی در میاره. بهرام دهانش باز ماند. عجب جونوریه این بشر. ساک ورزشیش را روی نیمکت گذاشت و جلوی ردیف مورد نظر ایستاد. انگشتایش را داخل توپ قرار داد. نفس عمیقی کشید و به سمت پینها انداخت. در نهایت 3 تا از آنها افتادند. مسعود خندید. این کاره نیستی. کش و قوسی به خودش داد و توپ را میان دستانش گرفت. سپس دورخیز کرد و توپ را انداخت. تمام پینها افتادند. لبخند پیروزمندانه‌ای زد و گفت استرایک. بهرام بطری آبجوش را سر کشید و به سراغ توپ دیگری رفت. مسعود روی نیمکت نشست و بند کفشش را که باز شده بود گره زد. این سری نباید بذاریم قصر در بره. شلوغ کاری هم که میدونی نمیشه کرد. عملیات محرمانه است. باید خودت کلکشو بکنی. همین فردا شب با یه خواننده برنامه دارم. ترجیحاً یه خانوم با خودت ببر. اجرا که تموم شه ملت میرن پشت صحنه و گل و اینجور چیزا میبرن برای خواننده. تو یه فرصت عالی کارشو بساز. فقط حواست باشه که خیلی باهوشه. بهرام توپ بعدی را انداخت و این بار به وسط پینها خورد و همه فرو ریختند. خندان رو به مسعود کرد. اسپایر. مسعود به پاهای او که آن سوی خط مقرر قرار داشت چشم دوخت. میس. شب به نیمه رسید. تمام فکرش پی عملیات فردا بود. وقتی جلوی خانه رسید چشمش به کاسه و نامه‌ای تازه افتاد. این بار داخل کاسه شعله زرد قرار داشت. آن را برداشت و بو کرد و عطر گلاب مشامش را مست ساخت. به سیاق همیشه آمد برگه را مچاله کند که ناگهان یاد صحبت‌های مسعود افتاد. برای مأموریت فردا و پوشش نیاز به یک زن داشت و چه کسی بهتر و قابل اطمینان‌تر از هما. سنگینی نگاهی را روی خودش حس کرد. سر برگرداند. هما پشت پنجره ایستاده بود و او را نگاه می‌کرد. با خود فکر کرد که چه خوب که برگه را مچاله نکرده. سپس دست بلند کرد و لبخندی مصنوعی به او زد. هما که از این واکنش به وجد آمده بود و برایش غریب می‌نمود سر جا خشکش زد. بهرام اشاره کرد و او را فرا خواند. هما بعد از مکث کوتاهی دست پاچه از خانه بیرون زد و به سمتش آمد. از آرایش ناشیانه‌ای که داشت مشخص بود هلهلکی سرخاب سفیداب به صورت زده. ای وای بهرام خان، حالا عجله‌ای نبود واسه کاسه؟ بهرام به اطراف نگاه کرد. بیا تو. ایوا خاک به سرم، لطفا کاسه رو بدید من برم. آقای جونم همین الانشم برگردم 1000 جور سیمجینم میخواد بکنه. بهرام با کلافگی لب پیچاند. فردا شب میخوام با هم بیای یه جایی. موسیقی دوست داری؟ میتونی بیای؟ هما لبهایش گل انداخت. من که از خدامه، ولی باشه یه کاریش میکنم. زیاد طول نمیکشه. واسه 1 ساعت. سپس داخل رفت و با کاسه آش بازگشت. اینم خدمت شما. خیلی ممنون. اومد درب را ببندد که هما خیره نگاهش کرد. آقا بهرام. بله. هما سرش رو پایین انداخت. میخواستم بدونم شما هم منو... بهرام به میان کلامش پرید. فردا راجبش حرف میزنیم. برو تا آقا جونت نگران نشده. سپس درب را بست. 11 خرداد 1350. هما از صبح به بهانه‌های مختلف جلوی پنجره نمایان میشد و برایش دست تکان میداد. بهرام هم مدام با ایما و اشاره یادآوری میکرد که قرار شب را فراموش نکند. خورشید به لب بام آسمان سوق پیدا کرد و آرام از سوی دیگر پایین افتاد. از داخل کشو هفتیرش را برداشت و به سیاق همیشه فشنگ داخل آن گذاشت. در آخر لوله صدا خفه کن را روی آن نصب کرد. از داخل کمد دیواری کت و شلواری سپید با خطهای مشکی برداشت و کلاه شاپویش را روی سر محکم کرد و از خانه بیرون رفت. چند دقیقه معطل شد
تا اینکه هما هم از خانه بیرون زد و به سمت او آمد. لباس مجلسی ارغوانی رنگی پوشیده بود و یک کلاه سپید توردار هم به سر داشت. سوار ماشین شد و به سمت کاباره میامی راهی شد. در مسیر مدام زیر چشمی بهرام را میپایید و منتظر بود چیزی به او بگوید. اما بهرام در سکوت چوب کبریتی گوشه لب گذاشته بود و میجوید. در آخر طاقت نیاورد و خودش سکوت را شکست. خب میخواستی چی بگی بهم؟ بهرام ابرو بالا انداخت. هیچی. لبخند روی لبان هما ماسید. بهرام گلو صاف کرد. خب راستش یکی از دوستام دعوت کرده که امشب اونجا برم. رو درواسی دارم باش. اینجور جاها هم که معمولا تنها نمیرن دیگه. خب چرا من؟ بهرام کلافه فرمان ماشین را توی مشتش فشرد. خودت گفتی اهل موسیقی و این چیزایی. اونی هم که امشب اونجا اجرا داره میدونم که دوستش داری. کی؟ بهرام لبخند زد. گوگوش. هما حیرت زده دستانش را از هم باز کرد. وای خدای من، از کجا میدونستی که من آهنگاشو گوش میدم؟ خب همه گوش میدن. هما دستش را روی دست بهرام که در حال دنده عوض کردن بود گذاشت. مرسی. رنگ از رخسار بهرام پرید و آب دهانش را قورت داد. خواهش میکنم. اندکی بعد جلوی کاباره میامی ایستادند. نسیم بهاری پیکر خیابان را نوازش میکرد. در میان تاریکی شب و لامپ‌های نئونی سردر کاباره که به رنگ آبی نام میامی را یدک میکشید، فضایی رویایی به وجود آمده بود. از ماشین پیاده شدند و هما بازوی بهرام را گرفت و مانند یک زوج عاشق وارد کاباره شدند. روی میزها سینی‌های کباب و شیشه‌های شامپاین خودنمایی می‌کردند. به سمت میزی که از قبل توسط مسعود رزرو شده بود رفتند و نشستند. نورهای زرد روی صحنه با پارچه‌های سرخ رنگ در هم تنیده شده بود. گیلاسش را با شامپاین پر کرد و سپس آمد برای هما بریزد که او مانع شد. من تا حالا نخوردم. میترسم حالم بد شه. بهرام لبخند زد. نگران نباش. امتحانش ضرر نداره. سپس گیلاس را برایش پر کرد. چند تا از نوازنده ها روی صحنه آمدند و صدای تشویق حضار بالا گرفت. آنها شروع به نواختن کردند. بهرام هم زیر چشمی اطراف را میپایید که ناگهان دست هما را روی دستانش حس کرد. سر به سمتش برگرداند. خیره به چشمانش چشم دوخته بود و یک باره گفت دوست دارم. بهرام در حالی که دست باچه شده بود تنها گفت مرسی. هما در چشمانش التماس موج میزد. تو چی؟ بهرام به تته پته افتاده بود. من صدای سوت و تشویق بالا گرفت و بهرام نفس آسوده‌ای کشید. نگاه بهرام روی ستوده مانده بود که با کلاهگیسی فرفری بر سر میان دو نفر دیگر همخوانی میکرد. نوازنده درامز با زدن پاساژی آهنگ بعدی را آغاز کرد و همه از میزهایشان بلند شدند و به رقص دو نفره پرداختند. بهرام به سختی نگاهش را از ستوده جدا میکرد. گویی میترسید بار دیگر از چنگش در برود. دستش را داخل کت برد تا هفتیرش را در فرصتی مناسب بیرون بکشد و کار را تمام کند که هما در حالی که یک دست روی شانه‌اش گذاشته بود با دست دیگر مچش را گرفت. بهرام به سمتش رو برگرداند. چی کار میکنی؟ هما که مست و مسحور شده بود چشمانش را بست و بی‌محابا او را بوسید. برق از سر بهرام پرید و رشته افکارش در هم ریخت. در همین حین گوگوش همراه گروه همخوان‌ها به پشت صحنه رفتند و سولیست‌ها هر یک به نوبت شروع به نواختن کردند.
بهرام هما را عقب زد و به سمت پشت صحنه رفت. هما حیران در میان جمعیت ایستاد و خیره با نگاهش او را همراهی کرد. بهرام دستپاچه و کلافه هر که را سر راهش قرار می گرفت کنار می زد و جلو می رفت. عده‌ای دست گل به دست برای دیدن گوگوش تجمع کرده و جلوتر از او به آنجا هجوم برده بودند. روی پنجه پاهایش به خودش کش و قوسی داد و بالای سر جمعیت از لای درب نیمه باز داخل اتاقک کوچک را وارسی کرد. آینه بزرگی با لامپ هایی که به ردیف دورش چیده شده بود و یکی دو عکاس دور گوگوش به چشم می‌خوردند، اما اثری از همخوان‌ها نبود. صدایی از آن سوی راهرو توجهش را جلب کرد. گارسون به کسی برخورد کرده بود و شیشه شامپاین کف زمین خورد شده بود و غرغر می‌کرد. چشم پیچ کرد. یکی از همان همخوان‌ها بود. دوان دوان به سمتش رفت. یقه‌اش را گرفت و به دیوار چسباند. اون یکی کوش! آن فرد که وحشت کرده بود با انگشت اشارهش به در کوچکی که انتهای راهرو قرار داشت اشاره کرد. به سمت در دوید. آنجا به پشت کاباره که پارکینگ ماشین‌ها قرار داشت ختم می‌شد. از دور ستوده را دید که همراه آن شخص دیگر سوار ماشین شولت آبی رنگی شد. خشم تمام وجودش را در بر گرفت. نمی‌توانست بپذیرد که یک بار دیگر مغلوب او شده، آن هم به واسطه ابراز عشق احمقانه هما در فرصتی نامناسب. هفتیرش را بیرون کشید و شروع به شلیک کردن به سمت شولت کرد. شیشه های ماشین فرو ریختند و فرد همراهش زخمی سینه‌خیز از پشت فرمان روی زمین افتاد. ستوده وحشت زده از ماشین به سمت ماشین پارک شده دیگر ملق زد و دوان دوان از نقطه کور ماشین های پارک شده به سمت خیابان گریخت. بهرام هرچه در توان داشت به کار بست. دیگر به سیم آخر زده بود. تفنگ به دست دنبالش می‌دوید. از یکی دو تا کوچه بیشتر نگذشته بودند که این بار بخت باهاش یار شد و ستوده در کوچه‌ای بن‌بست گرفتار شد. به نشانه تسلیم دستانش را بالا برد. بهرام هفتیر را به سمتش گرفت. خیلی چموشی، ولی اینجا دیگه آخر خطه. ستوده خیره نگاهش کرد. قبل اینکه ماشه رو بکشی فکر کن. حکم تفنگیه که تو مشتته، ولی قاضی بین من و تو تاریخه. جوابی براش داری؟ زیادی زر میزنی. ستوده دستانش رو پایین آورد. با شلیک گلوله به منو نمیکشی، یه آرمان رو میکشی. قبلش فکر کن دوست من. بهرام از عصبانیت دندانهایش رو برهم سایید. من دوست تو نیستم. سپس هرچه گلوله داشت در سینه‌اش خالی کرد. چند لحظه بعد جسد بیجان ستوده کف کوچه متروک افتاده بود و بهرام پیروزمندانه بالای سرش با دستکش لوله صدا خفه کن سر هفتیرش را باز می کرد که صدایی او را به خود آورد. هراسان سر برگردان. هما متحیر و وحشت زده در ابتدای کوچه داخل خیابان دستانش را جلوی دهان گرفته بود و به او خیره شده بود. بهرام دستپاچه شد. هیچی نیست. آروم باش. خواهش میکنم. هما از شدت ترس عقب میرفت. هفتیر را به سمتش گرفت. تکون نخور وگرنه شلیک میکنم. مجبورم نکن، نمیخوام این کارو کنم. هما شروع به دویدن کرد. بهرام کف دست به پیشونی کوبید. با آخرین توان دنبالش رفت و به فاصله یک کوچه بهش رسید. دستش را پیچاند و هفتیر را روی سرش گذاشت. اگه میخواستم بکشمت تا الان کشته بودم، بفهم. هما به گریه افتاد و حق میکرد. بهرام نفس زنان دستش را گرفت و با خود به سمت ماشین فلوکس کشید. سوار ماشین شدند و به سمت کوچه بازگشتند. نگاهی به اطراف انداخت و جسد بیجان ستوده را روی صندلی عقب گذاشت. سپس پشت فرمان نشست و با آخرین سرعت از آنجا دور شد. گریه‌های هما تمامی نداشت. کنار کیوسک تلفن زرد رنگی ایستاد و از ماشین پیاده شد. برای اطمینان درهای ماشین را هم قفل کرد. هما وحشت زده نگاهش میکرد. سکه دوریالی از جیب کتش بیرون کشید و داخل آن انداخت. سپس گوشی را برداشت. چند لحظه بعد صدای مسعود از آن سوی خط به گوش رسید. الو. تموم شد. کارشو ساختم. آفرین. خوب گوش کن ببین چی میگم. این آدم حتی جسدش هم دردسره. آدرس یه خونه ویلایی رو بهت میدم. برو امشب اونجا. تا طلوع صبح منتظر باش.
بعدش میام ازت تحویلش میگیرم. یه جسد دیگه هم هست. مجبور شدم. مهم نیست. چیزی که اهمیت داره عدم شناسایی ستوده است. سپس آدرس مورد نظر را به او گفت و گوشی را قطع کرد. بهرام به داخل ماشین برگشت. هما حق حق کنان سرش را روی داشبورد گذاشته بود. دلش به حال او سوخت. حالا فهمیدی چرا نمیتونیم با هم باشیم؟ به هم قول میدی که به کسی چیزی نگی؟ هما بدون اینکه حرفی بزند تون تون سر تکان داد. بهرام نفس عمیقی کشید. از کجا بدونم که راست میگی؟ در همان حالت آرام گفت چون دوستت دارم. بهرام آمد دستش را برای ترحمی که نسبت به او داشت روی شانه‌اش بگذارد، اما در انتها آن را مشت کرد و از این کار منصرف شد. آروم باش، خودتو جمع جور کن، باید بری خونه. هما سرش را از روی داشبورد بلند کرد. تو چی کار میکنی؟ بهرام نگاهش به خیابان بود. من باید برم یه جایی که الکی این جنازه رو بکنم. بعدش چی؟ بهرام متعجب نگاهش کرد. منظورتو نمیفهمم. میای دنبالم؟ دیوونه شدی؟ هما در حالی که اشکایش را پاک میکرد مصمم ادامه داد. امشب وسایلم رو جمع میکنم. آقا میخواد به زور منو بده به برادرزادش. میخواستم اونجا بهت بگم هر جا بری باهات میام، هر جوری که میخواد باشه. پس قرارمون فردا صبح باشه؟ بهرام که دیگر نمیتوانست بیشتر از این جلوی او مقاومت کند سر تکان داد. باشه حتما. هما از ماشین پیاده شد و به سمت اتوبوس 2 طبقه سرخ رنگی رفت. این بار تمام طول مسیر تا آدرس مورد نظر فکر بهرام هما بود. از چهارراه سیروس عبور کرد و به پامنار رسید. هرچه جلو می رفت کوچه ها تنگتر می شدن. طبق آدرس در محله تکیه قلی خان توقف کرد. راهروی دالاندار روبرویش قرار داشت که به دری کهنه و چوبی ختم می شد. ماشین را خاموش کرد و پیاده شد. نگاهی به اطراف انداخت. سپس به سمت صندوق رفت. پارچه‌ای که به عنوان سایبان روی سقف ماشین می انداخت را بیرون کشید و دور جنازه پیچید. کشان کشان آن را روی زمین به سمت خانه برد. دالان به قدری کوتاه بود که مجبور می شد خمیده راه برود، وگرنه سرش با آن برخورد می کرد. کلید را داخل قفل زنجیری که به کلون در وصل شده بود انداخت و درب را باز کرد. از تارعنکبوت‌هایی که دور چارچوب بسته شده بود مشخص بود خیلی وقت است که آنجا کسی پا نگذاشته. جنازه را داخل حیاط برد و درب را آهسته بست. آن را از تو قفل کرد. نفسی آسوده کشید. درختان تاک شاخه هایشان در هم تنیده شده بود و سایه هایشان روی دیوار خانه که چون عمارتی قدیمی می نمود نمایی هراس‌انگیز داشت. حوض لاجوردی و خاک گرفته وسط حیاط خالی و متروک مانده بود. از پله های سنگی بالا رفت و از پنجره های شکسته به داخل اتاقها نگاه انداخت. چند صندلی لهستانی کهنه و جالباسی چوبی موریانه خورده‌ای که تمام با چند لایه تارعنکبوت آراسته شده بود آنجا قرار داشت. داخل ایوان سنگی نشست و به جنازه پارچه پیچ شده‌ای که زیر درخت تاک بی جان افتاده بود چشم دوخت. بدنش کوفته شده بود و از شدت خستگی داشت از هوش میرفت. از این گذشته معده‌اش هم به قار و قور افتاده بود و تازه یادش آمد چیزی برای خوردن تهیه نکرده. با خودش فکر کرد جنازه را جایی امن در خانه بگذارد و برای تهیه غذا بیرون برود. از جا بلند شد و دوباره به سمت جنازه رفت. هرچه می‌گذشت انگار جنازه سنگین‌تر می‌شد. شاید هم توان او بود که تحلیل می‌رفت. کشان کشان آن را به سمت زیرزمین برد. دریچه چوبی را باز کرد. صدای جیرجیر لوله ها داخل فضا پیچید. راه پله های طولانی و سنگی که به عمق زمین می رفت. با خود فکر کرد قطعاً در گذشته آب انبار بوده. برای مقابله با تاریکی تکه‌ای بزرگ از پارچه را پاره کرد که باعث شد صورت کبود شده جنازه از لای آن بیرون بیفتد.
بی اختیار از جا پرید و احساس کرد فضا سنگین شده. پارچه را دور تکه چوبی پیچید و آن را با کبریت شعله‌ور ساخت. جنازه را روی پله ها یک به یک به سمت پایین کشید و بعد از گذشتن از 10-11 پله، قسمتی که صورت آن داخل پارچه سفید قرار داشت از شدت ضربه با پله ها و خونریزی به رنگ سرخ در آمده بود. یک لحظه ایستاد تا نفس بگیرد. عمق راهرو انقدر زیاد بود که ته آب انبار را هنوز هم نمیتوانست ببیند. ناگهان احساس کرد صدایی از داخل حیاط شنیده است. با سرعت بیشتری جنازه را روی پله ها حرکت داد. چند پله مانده بود تا به کف آب انبار خشک شده برسد که بالای پله ها صدای جیغ گوشخراشی بلند شد و در تون تون به هم کوبیده شد. از شدت ترس مشعلش از دست سر خورد و روی جنازه افتاد. تا آمد خودش را جمع جور کند و آن را بردارد، پارچه شعله‌ور شد و گر گرفت. سعی کرد آن را خاموش کند که یک دفعه 2 گربه که با هم درگیر شده بودند و نعره می‌زدند از بالای پله ها ملق زنان به سمت پایین افتادند. بعد از برخورد با جنازه آتش گرفته وحشی شده و چنگی به صورت بهرام انداختند. از شدت درد و سوزش زخم دستش را جلوی صورت گرفت. گربه ها داخل آب انبار به این سو و آن سو وحشیانه میپریدند و به در و دیوار میخوردند. جنازه همه جایش به جز صورت که به خاطر خیسی پارچه سالم مانده بود غرق در شعله‌های آتش میسوخت. دستش را جلوی صورتش گرفت. خون روی دستان و پیراهنش ریخته بود. گربه ها با سرعتی عجیب از پله ها بالا رفتند و به حیاط گریختند. بهرام هم از کف آب انبار خشک شده مش خاک روی جنازه ریخت تا توانست آن را خاموش کند. بوی گند گوشت سوخته جسد فضا را آلوده کرده بود و باعث شد حالت تهوع بهش دست بدهد. شروع به دویدن روی پله ها به سمت حیاط کرد که در میانه مسیر چشمایش سیاهی رفت و همانطور که استفراغ میکرد روی آن با صورت افتاد و بیهوش شد. وقتی پلک از هم باز کرد نمیدانست چقدر زمان گذشته، اما مشخصا نیمه های شب بود. تنها منبع روشنایی نور ماه بود که چند پله اول را روشن می ساخت. مابقی فضا در تاریکی مطلق قرار داشت. سینه‌خیز خودش را از پله ها بالا کشید. چند دقیقه زمان برد تا به بالای پله ها رسید و کف حیاط تاق باز دراز کشید. زخم‌های صورتش می سوخت و از آن طرف احساس گرسنگی و ضعف شدیدی داشت. یک خط در میان چشمانش تار می شد. احساس کرد کسی یا چیزی خیره به او زل زده. وحشت تمام وجودش را در بر گرفته بود. آرنجش را روی زمین تکیه‌گاه کرد و گردن کشید. یک پیرزن داخل اتاق با چهره‌ای عبوس در میان تاریکی بدون اینکه حرکتی کند نشسته بود و زل نگاهش میکرد. چند بار پلکایش را برهم فشرد. خیال کرد کابوس میبیند، اما حقیقت داشت. صداهایی نامفهوم در سرش شکل گرفته و پیچیدن. چیزی نمیدید، اما صدای راه رفتن اشخاصی را کنارش حس میکرد. گویی آرام در گوش یکدیگر پچ پچ میکردند. پیرزن نگاهش را از او گرفت و با چهره‌ای وحشت زده به این سو و آن سو چشم دوخت. مشخصاً چیزی را میدید که او قادر به تماشا نبود. صداها از پچپچه به زجه و جیغ مبدل شده و پیرزن رعشه گرفته بود و از دهانش کف بیرون میزد. حدقه چشمانش سفید شده بود. ناگهان درخت تاکی که بالای سرش قرار داشت شعله‌ور شد و حلقه های آتش تمام حیاط را پر کرد. در میان شعله ها سایه های تاریکی میدید که گویی شکنجه می شدن و نعره می زدن. حلقه آتش هر لحظه بالاتر می رفت و به اون نزدیک و نزدیکتر می شد. می خواست فریاد بزند اما بیفایده و انگار لال شده. حرم حرارت را روی پوستش حس می کرد. درست لحظه ای که شعله ها داشتن در بر می گرفتندش با صدای گرمپی همه چیز ناپدید گشت. پیشانیش خیس از عرقی سرد شده بود و تمام تنش می لرزید. بهرام چرا در رو باز نمی کنی؟ هرچه در توان داشت به کار بست، اما نایی برایش نمانده بود.
مسعود دورخیز کرد و چند مرتبه به در کوبید تا اینکه در نهایت در چوبی کهنه شکسته شد و با زنجیری که پشتش قرار داشت کف حیاط افتاد. مسعود حیران نگاهش کرد. چی شده؟ دوان به سمتش رفت. آب. مسعود دستپاچه به اطرافش نگاه کرد. به سمت شیر آب رفت اما دستگیره نداشت. از خانه بیرون زد و به سمت ماشین رفت. از داخل صندوق گالون آب کوچکی برداشت و به خانه بازگشت. بهرام مثل قحطی زده ها آب را می نوشید. چیزی نیست. ضعف کردی؟ گشنته؟ تکه‌ای ساندویچ به او داد. نیم ساعت بعد به حالتی عادی بازگشت. چشمانش سرخ و از ماجرای آن شب کابوسوار هنوز در شوک بود. مسعود جنازه را همان کف آب انبار در میان خاک‌ها چال کرد. بهرام ماجرایی که برایش رخ داده بود را به او گفت. مسعود در حالی که خاک‌های پاچه شلوارش را می‌تکاند گفت: این خونه چند سال پیش یکی از لونه‌های چیریکا بود. صاحبش هم یه پیرزن بود که 3 از بچه‌هاش تو این خونه کشته شدن. چه میدونم، حتمی روح اونا رو دیدی دیگه. سپس شانه بالا انداخت و از جیب کتش سویچ و یک کلید بیرون آورد. میتونی رانندگی کنی؟ این سویچ شولته که تو کوچه پارک شده. این کلیدم واسه یه ویلاس توی بابلسر. یه مدت برو اونجا استراحت کن، آفتابی نشو تا آبا از آسیاب بیفته. یکم دیگه خورشید بالا میزنه. من باید برم. تو هم همین الان راهی شو. بهرام به سختی روی پا ایستاد. تمام بدنش درد میکرد. سویچ را داخل مشتش فشرد و به کمک مسعود به سمت ماشین رفت. ضمن خداحافظی با او سوار شولت شد و به سمت خانه هما رهسپار گشت. حدود 20 دقیقه بعد در حالی که آسمان داشت از تاریکی به روشنی رنگ می گرفت جلوی خانه هما ایستاد. هما که گویا چشم‌برا و انتظار او را می کشید سریع پرده پنجره را کنار زد و با خوشحالی انگشتانش را به شکل عدد 3 درآورد به منظور اینکه 3 دقیقه بعد خودش را به او می رساند. بهرام که تازه داشت به آرامی خودش را پیدا می کرد سر روی فرمان گذاشت و به فکر فرو رفت. خورشید هم گویی با شمارش معکوس هما برای طلوعش هماهنگ کرده بود. یک دقیقه مانده بود تا زمان کامل بشه. بهرام از داخل آینه به چهره آشفته خود نگاه کرد. تأملی کرد و در یک لحظه تصمیمش را گرفت. دنده را جا زد. پایش را روی پدال فشرد و مسیر خیابان را به سمت جاده طی کرد. از داخل آینه در دوردست هما را دید در حالی که چمدان به دست متحیر میان خیابان ایستاده بود و خورشید از پشت سرش سر بیرون می آورد. او پشت سرش خورشید را داشت و بهرام به سمت سرنوشت تاریکش رهسپار شده بود. با صدای بی صدا سه کو بلند سه خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم با پای خسته یه مرد بود یه مرد شب با تابوت سیاش نشست روی چشماش خاموش شد ستاره افتاد چلو پاش با لبهای تشنه
چشمه نرسید تا ببینه قطره آب قطره آب قطره آب قطره آب در شب بی‌تبش این طرف اون طرف میافتد تا بشنوه صدای پا صدای پا 9 مرداد 1371 تابستان با عطر گلها و خورشیدی درخشان در کوچه پس کوچه های سنگفرد شده شهر بن جاری بود. داخل کافه کوچک آلبرت پیر هر روز بعد از ظهر یک نفر سر میزی مشخص می نشست و موسیقی گوش می کرد و قهوه می نوشید. فرد شاگرد آلبرت مشغول دستمال کشیدن میزها شده بود و نگاهی به ساعت کرد. الان است که پیداش بشه. چند لحظه کوتاه گذشت تا زنگوله بالای در نوید رسیدنش را داد. بهرام با چهره جا افتاده و موهایی سپید خودش را میان پالتوی خاکستری پیچیده و وارد شد. لبخند روی لبان آلبرت نشست و با سر به فرد اشاره کرد تا برایش به سیاق هر روز قهوه مورد علاقه‌اش را ببرد. فرد هم چاپلوسانه اطاعت امر کرد. بهرام هم روی صندلی نشست و خیره از ویترین شیشه‌ای کافه به خیابان نگاه کرد. فرد سینی به دست برایش قهوه را آورد. چیز دیگه ایمیل ندارید قربان؟ بهرام بدون اینکه نگاهش را به سمت او برگرداند گفت لطفاً یک قلم و کاغذ بهم بده. چند دقیقه بعد فرد با قلم و کاغذ بازگشت. بهرام فنجان قهوه را نیمه تمام رها کرد و به نوشتن پرداخت. 20 سال هراس، 20 سال تنهایی، 20 سال غربت، شرم رو در رو شدن در آینه با خود. اینها تاوان کمی نبوده و نیست. درد دلتنگی برای وطن، برای تنها زنی که می شناختم و 20 سال در خلوت دوستش داشتم. سپس قطره‌ای اشک از گونه‌اش جاری و روی برگه چکید. نفس عمیقی کشید و به ادامه نوشتن پرداخت. این سرزمین من است که می گرید. این سرزمین من است که عریان است. ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ با باریز فریادهای خفته و خونین، ای سرزمین من در کجای این جهان ایستادم؟ سپس زیرش نوشت برای هما، تنها زنی که دوستش داشتم. زنگوله دگربار به صدا درآمد. مرد چاقی وارد شد و به میز کناری او نشست. چند دستمال از توی قوطی روی میز برداشت و داخلش فین کرد. احوال بهرام خان چیه؟ دمقی؟ نامش را نمیدانست. او مرد همسایه‌ای با سرنوشتی مشابه او بود. بی حوصله پاسخ داد چیزی نیست. فرد را صدا زد. با سر رسیدن فرد برگه را تا زد و به دستش داد. لطفاً اینو برام پست کن به ایران، به همون آدرسی که اون سری گفتی. یه شاخه گل روزم بی زحمت بذار توش. فرد خوشحال خندید. خب پس بالاخره راضی شدی. سپس پیروزمندانه برگه را گرفت و شادمان به پشت پیشخوان رفت. مردی که در میز کناری نشسته بود کنجکاوانه نگاهش کرد. همین روزاست که برگردم ایران. دلتنگی نه؟ بهرام با تعجب نگاهش کرد. چطوری؟
مگه میشه؟ مرد نگاهی زیرچشمی به اطراف انداخت و با فشردن پلکایش بر هم تصدیق کرد. همینجوری که نه، یه کارایی هستش که بعدش. بهرام خیره نگاهش کرد. کی؟ مرد ابرو بالا انداخت. حدودی یه هفته دیگه. یه وقت کاری داشتی بگو. بهرام نفس عمیقی کشید. نه ممنون، سفر سلامت. سپس به فکر فرو رفت. قهوه‌اش را که سرد شده بود سر کشید و از کافه بیرون زد. کمی در خیابانها قدم زد و نفس تازه کرد. هوا رو به تاریکی میرفت. راهش را چند کوچه دور کرد. دلش نمیخواست به خانه بازگردد. مدتها بود که دیگر هیچ چیز آرامش نمیکرد. به خیابان ریمان رسید. از جلوی میوه فروشی در حال گذر بود که چیزی توجهش را جلب کرد. فریدون فرخزاد با همان چهره بشاش و خنده های همیشگیش سر به سر فروشنده گذاشته بود و هندوانه بزرگی را داخل دستانش سبک سنگین می کرد. با او سلام علیکی داشت. از دور برایش دست تکان داد و گذشت. حتمی مهمان داشت که اینجور شنگول و بزدگویی می کرد. مدتها می شد که او را اینگونه ندیده بود. داخل آپارتمانش بازگشت. به سراغ تنگ ماهی ها رفت. یکی از آنها مرده و روی آب قرار گرفته بود. سری از تأسف تکان داد و آن را داخل سطل زباله انداخت. روی مبل دراز کشید و چشمانش را بست و به خواب رفت. حوالی ساعت 12 شب بود که صدای راه رفتن کسی در راه پله و چرخاندن کلید در قفل او را به خود آورد. از داخل چشمی در به راهرو نگاه انداخت. مرد همسایه آشفته حال در خانه را باز کرد و داخل رفت. سابقه نداشت این ساعت به خانه بیاید. چند روز بعد رفت آمدهای مشکوکی به خانه او شروع شد و این ماجرا تا 1 هفته ادامه داشت. 16 مرداد 1371 بعد از صرف صبحانه برای پیاده روی از خانه بیرون زد. نیم ساعت بیشتر راه نرفته بود که در کمال ناباوری با صف پلیس و ماموران اورژانس جلوی خانه فرخزاد مواجه شد. حیران جلو رفت و جویای ماجرا گشت. یکی از همسایه ها آنها را خبردار کرده بود و به شهادت وی سگ‌های فریدون چند روز مدام سر و صدا می‌کردند. در نهایت جسد سلاخی شده فریدون که به وسیله 37 ضربه چاقو از پشت به گلو و دهان وی زده بودند یافت شد. این در حالی بود که کارد آشپزخانه مورد نظر در کتفش قرار داشت. بهرام با آشفته حالی و بغض به خانه بازگشت. نمیدانست چرا، اما خودش را مقصر میدانست. سالها بود که با اینجور چیزها دست و پنجه نرم میکرد. بغضش ترکید و به حقحق گریه مبدل گشت. سالها بود خودش را شماتت میکرد و هرچه راجع به آرمانهای اشخاصی که کشته بود بیشتر شناخت پیدا میکرد، حال بعدش هم به همان میزان ارتقا می‌یافت. در همین بحبوحه صدای قفل و زنجیر کرکره‌ای مرد همسایه بلند شد. ناگهان انگار پارچه آب سردی بر سرش ریخته باشند. میدانست که ربط همه اینها به هم اتفاقی نیست. او این درسها را سالها پیش از بر بود و خود شاگرد ممتاز این مکاتب بود. دستانش می‌لرزید. مشتش را از خشم گره کرد. نگاهش به تفنگ کهنه برنوی روی دیوار افتاد. از جا بلند شد و به سمت آن رفت. هنوز فشنگ داخلش بود. تفنگ را توی دستانش فشرد. دستانش دیگر نمی لرزیدن. اگر یک بار، تنها یک بار ماشه را جایی که می باید هدف می گرفت، آن لحظه آنجا و همان نقطه بود. کسی به در کوبید. بی اختیار از جا پرید و تفنگ را روی میز گذاشت. به سمت در رفت. مرد همسایه پشت آن بود. در را باز کرد. مرد با همان خنده چرک روی لبش دندانهای کرم خورده‌اش را به معرض نمایش گذاشت. خب همسایه، ما داریم میریم. آستم کلیدو بدم بهت که اگه زحمتی نیست این گلدونا رو هفته یه روز آب بدی. شما هم یه وقت کاری داشتی ایران بگو. بهرام به سختی خشمش را فرو می نشاند. میخوای برگردی ایران؟ مرد دوباره بی جهت خندید. با اجازهتون. بهرام با لحنی سرد گفت اجازه نمیدم. مرد جا خورد و سپس
دوباره خندید. بهرام جملهش را کامل کرد. وطنم به حد کافی رنگ خیانت و خائن به چشم دیده. دیگه بسشه. مرد لبخند روی لبانش خشکید. بهرام یقه او را گرفت و با همه زوری که داشت به داخل خانه کشید و با ضربه سر به صورتش او را روی زمین انداخت. مردک که دستپاچه با چشمانی از حدقه بیرون زده او را مینگریست، خون صورتش را سرخ کرده بود. هرچه دم دستش می آمد به سمت او پرتاب می کرد و عاجزانه مثل مار روی زمین می خزید. بهرام با خونسردی به سمت میز رفت و برنوی پیر را برداشت. حکم صادر شده. مرگ بر خائن وطن فروش. مرد به تته پته افتاده بود. چه غلطی میکنی؟ بهرام ماشه را کشید و صدای گلوله تمام محله را برداشت. چشمانش را بسته بود و شلیک میکرد پشت سر هم. با شلیک هر گلوله تمام گذشته جلوی چشمانش ورق میخورد. در چند لحظه کوتاه با صدای آژیر ماشین‌های پلیس به خودش آمد. مأمورها به زبان آلمانی اشاره می‌کردند اسلحه‌اش را بندازد. هرچند که دیگر فشنگی نداشت، اما آنقدر خسته و کلافه بود که زندگی حوصله‌اش را سر می‌برد. تفنگ خالی را رو به آنها گرفت. مأمورها بار دیگر تکرار کردند که اسلحه را بندازد. بهرام زیر لب گفت دیگه نه. دیگه تسلیم نمیشم. ماشه را چکاند و به جای صدای شلیک از تفنگ وی صدای شلیک گلوله پلیس ها خانه را برداشت. این آخرین سکانس زندگی مردی بود که زندگی کردن را بلد نشد، اما رسم چگونه مردن را خوب می‌دانست.